درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 14 دکبر 2020 سال است و نشر خبری این ساعت در برنامه اطلاعات خبرهای روز با تحولات مهمترین تاجیکستان و جهان در روی موج رادیو مهاجر. خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. در روسیه از 1 ینور نرخ خرید و چکنه شکر، محصولات غلطانگی و روغن افتادپرست میتواند در 1 ساعت مقرر کرده شود. می نویسد خبرگزاری اسوستیا. گفته می شود که نرخ‌ها میتوانند برای 3 ماه آینده یعنی تا بهار سال 2021 ثابت باقی مانند. طبق اطلاع نرخ فروش استحصال کننده برای روغن افتادپرست میتواند برای 1 لیتر 95 روبل مقرر کرده شود. برای استعمال کنندگان هنگام خرید چکنه ارزش آن نباید از 110 روبل زیاد باشد. نرخ شکر در 1 کیلوگرم متناسباً در سطح 36 و 45 روبل نگاه داشته می شود. اسوستیا بنا به منبع‌های خود در حکومت روسیه می نویسد که امروز دوشنبه 14 دکبر جلسه دخلدار در این سمت برگزار می شود که پس از آن اندیشه ها به دیوان وزیران برای تصدیق فرستاده می شود. یادداشت می شویم که چند قبل نیز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین عملهای حکومت کشورش را وابسته به وضع بالاروی نرخ محصولات غذایی شدیداً انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین به حکومت روسیه امر داد که با بالاروی نرخ محصولات خوراکواری مبارزه برند و در 1 هفته نیم بعد نرخ همه نمود محصولات را به تنظیم درآورند. همچنین پس از این انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین با اعضای حکومت جلسه دایر کرد که در هفته آن دستور داده شد برای کاهش دادن نرخ محصولات مهم آذوقه‌باری در روسیه چاره‌های مؤثر و تغییرناپذیر در کوتاه‌ترین فرصت اندیشیده شود. یادداشت می‌شویم که از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه احساس بالاروی نرخ‌ها شده بود که این روند در اول تأثیر خود را به مهاجران مهنتی که از طبقه‌های اصول‌پذیر جامعه حسابیده می‌شوند رسانیده است. ادامه نشر خبری در روسیه میمونیم. نارسایی مهاجران مهنتی در ساختمان‌های روسیه میتواند قسماً از حساب زنان محلی پر کرده شود. کارشناسان گفتند که شروع از 1 ینور سال 2021 مقررات فرمان وزارت مهنت فدراسیون روسیه به اجرا می‌دارد که نامگویی اختصاص‌های برای زنان معین شده را 4 مرتبه کم می‌کند. همین طریق بیش از 30 اختصاص نو برای زنان روسیه دسترس می شود، از جمله جایهای کاری ساختمانی که قبلا برای زنان خطرناک حسابیده می شدند. به گفته وسیل ساسناوسکی متخصص شرکت حقوقی گنزیس، بر روی خط نو 1 قطار کارهای تعمیری سبک در ساختمان‌ها برای زنان داخل کرده شده است و صرف نظر از بیکار کردن 1 قطار محدودیت‌ها، شرکت‌های ساختمانی نمی‌توانند زنان را برای اجرای کارهای مربوط به برداشتن و حرکت کردن بار وزنی وابسته از نمود کار در میدان‌های ساختمانی جلب کنند. معیارهای مقرر شده حد اکثر اجازه داده فعالیت جسمانی برای زنان هنگام به دست آوردن باید رعایت کرده شود. وزن حد نهایی برداشت برای زنان در میدان‌های ساختمانی تا 10 کیلوگرم اجازه داده می شود. شرح داده است کارشناس. در همین حال رهبر اساسیاسیون ملی بیناکاران روسیه آنتون گلوشکوف اظهار می‌دارد که با وجود آنکه ساحه ساختمان در بین زنان معروفیت پیدا کرده ایستاده است، درباره پر کردن جایهای خالی مانده مهاجران جلب زنان محلی به کارهای ساختمانی بسنده نیست. از این رو راه حل نارسایی قوه کاری را این کارشناس در جلب متشکلانه مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی می‌داند. شما تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید و از مسکو و کراسنویارسک میرویم. والیریو زانت، یک آموزگار، هنگام ملاقات آنلاینی با ولادیمیر پوتین که به کار والنتیران بخشیده شده بود دلیل ظاهر نموده شهروندی روسیه را پرسید. پرزیدنت روسیه نیز درخواست آموزگار ایتالیایی را رد نکرد. در نتیجه پس از 1 هفته آموزگار ایتالیایی صاحب شناسنامه روسی گردید. سرور دولت روسیه روز 5 دکبر با اختیاریان یا خود ولنتیران که در دوره کرونا ویروس به بیماران و نفران پرانسال کمک کرده بودند ملاقات ویدیویی انجام داد. در این چاره‌بینی والیریو زانت نیز همچون ولنتیر که
8 сол пеш аз Италия ба Красноярск Русия омада буд ширкат варзид. ҳангоми суҳбати видеоӣ Валерио Занетти ба Владимир Путин гуфтааст ки қалби ӯ то абад бо Русия хоҳад монд ва ӯ орзуи шаҳрвандии ин кишвар шуданро дорад. дар ҷавоб Владимир Путин афзуд ки азбаски дили як итолиёвӣ дар Русия аст, пас шиносномааш низ бояд русӣ бошад. мақомоти корҳои дохилии минтақаи Красноярски Русия баъд аз ин гуфтаҳои президенти Русия вокуниши мусбӣ нишон доданд. рӯзи дигар пас аз мулоқоти видеоӣ бо Владимир Путин Валерио Занеттиро ба мақомоти полис даъват карданд ва ба ӯ барои дарёфт кардани шаҳрвандӣ номгӯи ҳуҷҷатҳоро пешниҳод сохтанд ва пас аз як ҳафта ба омӯзгори итолиёвӣ шиносномаи русӣ спорида шуд. Валерио Занетти 8 сол пеш аз Италия ба Сибири Русия кӯшид. ҳоло ӯ дар Красноярск аз фани итолиёвӣ ва испанӣ дарс мекунад ва дар вақтҳои холигии худ ба кори волонтёрӣ машғул буда ба беморону пиронсолон кӯмакҳои иҷтимоӣ мерасонад. рӯи мавҷи радиои муҳоҷир қарор доред. нашри хабарист. меравем аз Русия ба Тоҷикистон. дар Тоҷикистон дар охири ҳафтаи гузашта асъори аврупоӣ дубора қимат шуд ва нисбат ба сомони як зина боло рафт. ҳамин тавр тибқи маълумоти электронии Бонки Миллии Ҷумҳурӣ имрӯз як евро каме беш аз 13,7 сомонӣ муқаррар карда шудааст. ин дар ҳолест ки як рӯз пеш ин рақам 13,69 сомониро ташкил медод. طبق اطلاع بانک ملی دلار ایالات متحده آمریکا سطر را استوار نگاه می‌دارد و ماه دوم پای هم نشانه معتدل را برای $1 11.30 سومانی در بر می‌گیرد. در مورد روبل روسی باشد امروز ارزش آن به حد نهایی سال روان نزدیک شده است. همین طور 1000 روبل 153.5 سومانی ارزش دارد. بالوروی یک باره نرخ اسعار روسی در تاجیکستان از اول ماه دکبر گشوده می‌شود. تحلیلگران قید می‌کنند که تصحیح قرب اسعار امکان داد که سومانی در سطح کاهش انتقال پول و سرمایه مستحکم خارجی به کشور به سطح اساسناک شده نزدیک شود. بانک ملی کشور خاطررسانی می‌کند که همه عملیات‌های اسعاری باید در بانک‌ها، فیلال‌های آنها، نقطه‌های مبادله اسعار و ترمینال‌ها انجام داده شوند و پیروی کردن این قاعده‌ها جزای مأموری و جنایی را در پی دارد. تحولات تاجیکستان و روسیه را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. از تاجیکستان برمیگردیم به روسیه. در روز آخر هفته سپری گردیده زیاد از 700 نفر شهروندان ازبکستان با یک قطار از شهر والژسکی ولایت ولگاگراد روسیه به تاشکند انتقال یافتند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی رای آهن پریوالژسکی. یک روز پیش طبق نقشه ساعت 21:57 به وقت محلی یک قطار دیگر از والژسکی به تاشکند حرکت کرد. همگی 722 بلیط پورا فروخته شد. در رابطه با طلبات به این مسیر باز دو قطار علاوه‌ای به نقشه گرفته شدند که حرکت آنها روزهای 19 و 26 دکبر سال روان در نظر است. گفتند نمایندگان خدمات مطبوعات رای آهن پریوالژسکی به مطبوعات محلی ولگاگراد واضح کرده شده است که قطارها از روسیه بدون توقف علاوه‌ای حرکت می‌کنند. این چاره در رابطه با پاندمی کرونا ویروس گفته می‌شود. صادرات شهروندان ازبکستان در دایره سازشنامه‌های بین‌المللی موجوده بین حکومت‌های دو کشور صورت می‌کند. در مجموع بنا به اطلاع خدمات مطبوعات رای آهن پریوالژسکی از آخر ماه سپتامبر تا امروز زیاد از 31,000 نفر شهروندان کشور از شهر والژسکی ولایت ولگاگراد روسیه به واسطه قطارها به ازبکستان انتقال داده شده‌اند. همچنین ماه قبل نیز از ولایت رستاو روسیه با چنین مضمون یعنی به واسطه قطارها شهروندان ازبکستان انتقال یافته بودند. اکثر مهاجران ازبکستانی نیز هنگام پرسش خبرنگاران قطارها را از طیاره‌ها اولوتر دانستند، چون به واسطه قطار انتقال یافتن نظر بر طیاره چند مرتبه ارزان‌تر است و جهت دیگری که بیشتر باز به مهاجران ازبک پسند آمده است انتقال بیشتری مسافران میباشد، چون یک طیاره به حساب میانه تا 200 مسافر گرفته تواند قطار باشد تا 1000 مسافر را جای میکند. نشر خبری ساعت تاجیکستان و جهان بود. در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر. خوش باشید. در ساعت‌های بعدی ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.